سلام، امروز میخوام باهاتون در مورد محیط فتوشاپ صحبت بکنم. یه لحظه ببخشید، دوستم یه پیامی داده. سلام، چطوری؟ خوبی؟ ببین یه سوال دارم ازت. توی ورک اسپیس فتوشاپ یه سری گزینه هست، من نمیدونم کاربردشون چیه. میتونی یه کمک بکنی من بفهمم اینا چی کار میکنن؟ اگه به هم کمک کنی ممنون میشم. مرسی. خب سوال خوبی رو پرسید دوستم. در مورد ورک اسپیس ها سوال داره که اتفاقا امروز میخوام در مورد کلیتی از نرم افزار فتوشاپ مثل ابزارها، پنل ها و همچنین فضای کاری که بهش میگن ورک اسپیس ها صحبت بکنم که احتمالاً با دیدن این ویدیو جواب سوالش رو میگیره. در ادامه با من همراه باشید. داخل نرم افزار میخوام این فضای کاری رو بهتون نشون بدم، همچنین یک کلیتی از ابزارها و پنل ها که اصلا چی هستن و به طور کلی چی کار میکنن و تنوعشون به چه شکل هستش. با من همراه باشید. الان ما داخل نرم افزار فتوشاپ هستیم. نرم افزار فتوشاپ همونجوری که میبینید شامل یه سری از بخش هست. بخش سمت چپی که داخل تصویر میبینید این قسمت ابزارهای فتوشاپ هستن که هر کدومشون کارایی خاص خودشونو دارن و جالبه که مثلا روی هر کدومشون اگر شما نگه دارین یه توضیح کوتاهی در مورد اون ابزار به شما میده که هم اسمش رو نوشته هم کلید میانبرش رو نوشته. یعنی شما مثلا برای این ابزاری که موو تول هست با کلید میانبر یا شورتکات وی روی کیبورد میتونید انتخابش کنید. مثلا نگاه کنید من الان یا این ابزار رو انتخاب کنم و حرف وی رو روی کیبورد بزنم میره ابزار موو رو برای شما انتخاب میکنه. سمت راست نرم افزار فتوشاپ معمولا پنل های فتوشاپ قرار می گیرن. پنل های فتوشاپ شامل موارد زیادی هستن که هر کدومشون کارایی خاص خودشونو دارن و شما برای اینکه بتونید یه سری از این پنل ها رو انتخاب بکنید که اینجا وجود ندارن یعنی نمیبینیدشون، میتونید از منوی ویندو و گزینه هایی که اینجا میبینید اون پنل مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید. مثلا من الان پنل هیستوری رو میخوام اینجا اضافه کنم. اینو که بزنم پنل هیستوری برای من اینجا اضافه میشه. و نکته که وجود داره اینه که شما میتونید این پنل ها رو با موس بگیرید و درگ کنید جایی که دلخواهتونه. مثلا اینو من میتونم بیارم پایین اینجا قرار بدم، میتونم بیام دوباره اینجا قرار بدم و حتی میتونید هر کدوم از پنل ها رو ببندید و هر موقعی که یه پنلی رو ببندید باز همچنان میتونید از منوی ویندو اون پنلی که مد نظرتون هستش رو انتخاب بکنید. این میشه یه کلیتی از نرم افزار فتوشاپ که این بالا منوها وجود داره. این قسمت که میبینید این قسمت مشخصه های هر ابزاری رو به شما نشون میده که انتخاب میکنید. مثلا نگاه کنید الان من این ابزار رو انتخاب میکنم مشخصه ها اینجا عوض میشه. حالا نکته آخری که میخوایم در موردش در واقع صحبت بکنیم ورک اسپیس ها هستن. ورک اسپیس ها خیلی جالبه. ببینید این گزینه که اینجا وجود داره اینه. ورک اسپیس ها اینا هست. شما از طریق منوی ویندو هم میتونید به ورک اسپیس ها دسترسی داشته باشید. این دوتا راه داره، یا میتونید از اینجا انتخاب بکنید یا میتونید از اینجا انتخاب بکنید. حالا ورک اسپیس ها اصلا چی هستن؟ ببینید توی فتوشاپ شما یه چینشی دارید برای این پنل ها و نوع نمایششون که بسته به کاری که شما میخواین انجام بدین این نوع پنل هایی که استفاده میکنین متفاوته. به خاطر همین فتوشاپ اومده برای اینکه کار ما رو راحت تر بکنه یه دسته‌بندی ایجاد کرده. اینا رو برده توی ورک اسپیس که چند تا گزینه هم خودش پیش‌فرض گذاشته که شما میتونید ازشون استفاده بکنید. مثلا الان اینجا گزینه اسنشیالز رو داریم که این فضای کاری پایه فتوشاپ دیگه. مثلا تمام پنل های کاربردی فتوشاپ مثلا پنل لیرز که خیلی کاربردیه داخل این فضای کاری یا ورک اسپیس وجود داره. از روی گزینه هایی که هستش یه جوری اسمش مشخصه که هر کدومشون چی کار میکنن. مثلا گرافیک هم وب و مشخصا برای کسایی که طراحی وب و گرافیک مرتبط به اون رو انجام میدن که اگر شما الان اینو انتخاب بکنید
میبینید که فضای کاری فتوشاپ بسته به این نوع ورک اسپیسی که شما انتخاب کردین عوض شد. حالا مثلا میبینیم دیگه پنل های مثل کرکتر، پاراگراف، اینا رو برای شما میاره، لیست میکنه، اینجا نمایش میده. مورد بعدی که وجود داره فضای کاری موشنه که طبیعتا برای کارهای ویدئویی بیشتر استفاده میشه. مثلا پنل تایملاین و اینا رو بهتون نشون میده که میتونید ازش استفاده بکنید. مورد بعدی عذرخواهی میکنم، مورد بعدی پینتینگ برای کسایی که کارهای دیجیتالی، نقاشی دیجیتال میخوان انجام بدن و مثلا اگر انتخابش بکنید پنل سوایچز رو براتون میاره، پنل براشز رو میاره. اینا پنلایی هستن که خب مرتبط به این فضا و شما میتونید استفاده کنید. یه نکته رو اضافه بکنم، اونم اینه که شما اگر مثلا پنل پینتینگ رو انتخاب بکنید میتونید اصلا خودتون سفارشیش کنید. مثلا میتونید سوایچز رو اینجا بگیرید بیارینش بیرون، مثلا میتونید حذفش کنید. مثلا میتونید یه دونه پنل دیگر رو انتخاب بکنید و این پنل رو بیارید اینجا خودتون قرار بدید. اینا همش با درگ کردن، اینا دست خودتونه، یعنی میتونید این کار رو انجام بدید. یعنی این گزینه‌ها رو که انتخاب میکنید دیگه این گزینه‌ها قفل شده نیست، یعنی شما همچنان میتونید رو همین گزینه‌هایی که انتخاب میکنید هم تغییرات ایجاد بکنید. یه گزینه دیگه هم هستش که فوتوگرافیه که خب اینم برای کسایی که کار ادیت عکس و اینا انجام میدن طبیعتاً فضا رو بهینه کرده، مثلا انتخابش بکنید. پنل های مرتبط به ادیت عکس مثل پنل هیستوگرام و اینا رو براتون به نمایش در میاره که حالا اینجا مشاهده میکنید دیگه. مثلا پنل ادجاستمنتس رو میاد. یه سری از این پنل ها رو شما توی تمام این محیط های کاری میتونید ببینید. مثلا لیرز یه پنل کاربردی دیگه، تقریبا میتونید بگید تو همشون وجود داره. وقتی که روی یکی از اینا تغییرات ایجاد بکنید و مثلا همین گزینه‌ای که گفتم مثلا اینجا بیاین هیستوگرام رو حذف بکنید، شما میتونید ریست کنید اینو. وقتی ریستش کنید دوباره برمیگرده رو همون حالت اولیه که خودش وجود داشت. یه نکته دیگه ای که هست، شما میتونید یه سری پنل ها رو اینجا خودتون قرار بدین و اینو به صورت یک ورک اسپیس جدید ذخیره کنید. اسمش رو اینجا میبینید، یه اسم براش اینجا تعریف میکنید و وقتی سیو بزنید اینجا میبینید که با عنوانی حالا من انتخاب نکردم اینجا به عنوان یک ورک اسپیس جدید براتون اضافه میشه. شما میتونید همچنین اینا رو دیلیت هم بکنید دیگه. مثلا اینو الان من بزنم، مثلا میتونم الان چون این گزینه فعاله اینو نمیذارم من مثلا چیز بکنم، حذفش بکنم. اینجا میایم مثلا اسنشیالز رو انتخاب میکنیم، گزینه دیلیت رو میزنیم. الان مثلا این ورک اسپیسی که ایجاد کردیم اسمم نداشت رو انتخاب میکنم، دیلیتش میکنم و میبینید که پاک شد. این در واقع یه کلیتی از محیط نرم افزار فتوشاپ دیگه. ابزارها، پنل ها، اینجا مشخصه های هر ابزار هست، اینجا هم که منو هاست که هر کدومشون گزینه های زیادی دارن که کارایی خاص خودشونو دارن. حالا در ادامه من به مرور تو ویدیوهای بعدی در مورد بخش مختلف فتوشاپ باهاتون صحبت میکنم. فکر میکنم برای کلیت اینکه با محیط فتوشاپ آشنا بشین در این حد کافی باشه. جلسات بعدی رو حتما دنبال بکنید، ویدیوهای بیشتری رو در مورد نرم افزار فتوشاپ براتون قرار میده. خب خیلی ممنونم که امروز با من همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه و با محیط فتوشاپ تونسته باشین که ارتباط برقرار کرده باشین. برای کسایی که تا حالا با نرم افزار فتوشاپ کار نکردن، یک کلیتی از ابزارها و پنل‌ها و ورک اسپیس ها رو با هم دیگه مرور کردیم. در ادامه و ویدیوهای بعدی میتونین آموزش‌های بیشتری رو از نرم افزار فتوشاپ توی چنل من مشاهده بکنید. اگر سابسکرایب بکنید، اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید که ازتون خیلی ممنون میشم. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدا نگهدار.